سلام دوست قشنگم، امیدوارم که حال دلت خوب باشه. دوست قشنگم، امروز ما با هم دیگه میخوایم این کیف زیبا رو ببافیم. این کیف کفی بیضی داره و من کفی بیضیمو با 41 دونه زنجیره شروع کردم و بیضی بافی هم که در پست قبل براتون توضیح دادم. من الان بیضی من چیزی ارتفاع حدود 11 سانتی متر و پهنای حدوداً 35 سانتی متر داره. خب برای شروع کار من میام اینو باز میکنم، یه دونه بست میزنم اینجا و 3 تا زنجیره. همونجا 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 دوستان به اینجا یه خورده چیز حالت خمیده پیدا کرده، بهتره که با 2 تا زنجیره شروع کنیم که بافتمون قشنگ تر بشه. 2 تا زنجیره میزنیم و همونجا البته تو رجای بعد حتما باید 3 تا زنجیره ببافیم. 3 تا پایه بلند میبافیم که با این 2 تا زنجیره بشه 4 تا پایه بلند. 1 2 3 اینم 4می. خب 3 تا خونه رو رها میکنیم. 1 2 3 توی 4می خونه دوباره 4 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 و 4. دوباره 3 تا خونه رو رها میکنیم، توی 4می 4 تا پایه بلند میبافیم. میریم اینو تا پایان رج ادامه میدیم و برمیگردیم. خب دوست قشنگم، به پایان رج رسیدم. الان میام و با یه بست به داخل این زنجیره وصل میکنم. دوباره با بست رد میکنم، میخوام برسم به خونه دوم. دوباره میام اینجا و با بست رد میکنم. الان رسیدم به خونه وسط خونه دوم. 3 تا زنجیره همونجا میزنم و اینجا قشنگ بین وسط این باف من 3 تا پایه بلند میبافم که با اون 3 تا زنجیره بشه 4 تا پایه بلند. یه دونه، اون 2 تا، اینم 3 تا پایه بلند با اون 3 تا زنجیره شد 4 تا. دوباره میام وسط این خونه، بین گندمیان نه، وسط خونه 4 تا پایه بلند میبافم. 2 3 و 4 و میرم خونه بعدی. دوباره بین این خونه وسطش 4 تا پایه بلند میبافم. کلا این کیف از تکرار همین رج درست شده و بافت خیلی آسونی داره. من میرم میبافم به اون اندازه دلخواهم و برمیگردم خدمت شما. خب دوستان عزیزم، من کیفم رو بافتم. بلندی کیفم شده 30 سانت و پهنای کیفم هم چیزی حدود 42 سانت شده. الان چند رجم میخوام پایه کوتاه ببافم. به آخر رج که رسیدم میام و با بست وصل میکنم. همونجا یه دونه زنجیره میزنم و میرم رو خونه بعدی، یه دونه پایه کوتاه میبافم. تو هر کدوم از این گندمی ها یه دونه پایه کوتاه میبافم و این کار 4 رج ادامه میدم. بافتشم وقتی که برسیم به اینجا بست نمیزنیم، یه بافت حلزونی داره، ادامه میدیم. من رج اول رو میبافم و برمیگردم. خب دوست قشنگم، یه ردیف پایه کوتاهمو بافتم.
الان دیگه بست نمیزنیم، اینجا دیگه به وسیله دوباره ادامه میدیم به صورت حلزونی و برای اینکه گم نکنیم اول رجمون رو با نشانگر مشخص میکنیم. دیگه میریم و میبافیم 4 یا 5 رنج پای کوتاه میبافم و برمیگردم. یه ردیفم بعدم باید شلال بزنیم که من میرم این پای کوتاه هامو میبافم و بعد برمیگردم خدمت دوستان عزیزم. خب دوستان، من پای کوتاه هامو بافتم که این سلیقه‌ایه، میتونیم 3 رج، 4 رج یا 5 رج ببافیم. نشانه گذار رو باز میکنیم و یه ردیف هم شلال میزنیم. شلال هم اینطوریه، نخ سر قلاب و از این دونه اولی بیرون میاریم، دوباره نخ سر قلاب و از این دونه اولی بیرون میاریم. بهتره که اینجا هم نشانه گذار رو بزنیم که گم نکنیم. یه ردیف اینطوری میبافیم و دیگه بافت کیفمون تموم میشه. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید. خب دوستان، الان میخوایم با هم دیگه این بند کیفای قشنگ رو ببافیم. برای شروع کار یه گره خفت میزنیم و 6 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 و 6. اولی رو رها میکنیم و توی دومی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4. اینم از پنجمی. یه زنجیره میزنیم، برمیگردونیم تو همین خونه. دوباره ما پایه کوتاه میبافیم و این کار رو ادامه میدیم تا انتهای رج. دوباره زنجیره میزنیم، برمیگردیم به صورت تقریبا 6 رج این بافت رو انجام میدیم و برمیگردیم. خب دوستان، من اینو به صورت نمونه میبافم، به همین جهت تا اون 6 رج ادامه ندادم چون من بندامو بافتم. الان نخ این طرف باید باشه و به وسیله پایه بست باید وصل کنیم که به این صورت بیرون بیاد و بافتمون رو بچرخونیم به این صورت. از اینجا شروع میکنیم به زدن پایه کوتاه. 1 2. حتما 2 تا نخ رو باید به هم دیگه بگیریم. 3 4 و اینم از پنجمی. حتما باید دونه هامون رو بشماریم که 5 تا باشه. برای اینکه اشتباه نکنیم میتونیم از این ور بشماریم. 1 2 3 4 5. دوباره از همینجا شروع میکنیم و پایه کوتاه میبافیم و حتما 2 تا چیز بافت رو با هم دیگه بگیریم. این یکیش، این 2، این 3، این 4 و اینم پنجمی. به صورت دایره همینطور ادامه میدیم. فقط باید بشماریم که دونه هامون از این ور میشماریم که کم نشه. اینو تا اندازه دلخواهمون ادامه میدیم و 2 طرف بافتمون باید به این صورت بیرون بیاد. پس میایم چه کار میکنیم؟ برای اون اندازه که بافتیم، فرض میکنیم به اون اندازه مورد دلخواهمون بافتیم. الان میایم دیگه به صورت دورانی انجام نمیدیم، یه زنجیره میزنیم و همینجا یه پایه کوتاه. 1 2 3
4. اینم از 5. یه زنجیره میزنیم و دوباره برمیگردیم به صورت رفت و برگشت. 1 2 3 4 5. دوباره زنجیره میزنیم و برمیگردیم و تا 6 رنج ادامه میدیم. برای اتصال بند کیف هم به خود کیف به این صورت قرار میدیم تو اون جایی که دوست داشته باشیم و اندازه مثلا هرچی که اندازه مورد نظرمون باشه و با نخ و سوزن این قسمت رو به صورت مربع میبافیم، میدوزیم اینطوری. اینم همینطور. این قسمت هم اون علامت میزنیم که چه جایی میخوایم وصلش کنیم و به صورت مربع این قسمت رو میدوزیم. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید.